ما پیشوای ملت مردی پیشوای خودتون پیشوای همون شما ما داخل پیشوا در کار نیستای آچه ما در خونه شتگی های مادر داری خواهر اپا داری زن یک تا دیگر را تعقیب نکن گم نزن یک کسی گره خب کردیم به نمی روز رسیدگی من خیلی از الله بزرگ خیلی از خداوند از کسی نمی ترسم زنکیش حقوق زن و مرد برابر نیست باید شوهر کرده در خونه بشینی باید زنی بیچاره هم خیلی گپا زد همون مردک همین استودیو باشه گپای مرا بشنوه من مادرم 52 ساله‌ام با شوهرم اومدگی با اهل و عائله کودک و قطعی اومدگیم خیلی زور اومدیم شکرانش میکنیم برای چیز میگه که و یکی شوهر که حقی تو شوهر کردن خونه شوهر داشتن شوهر فرض کردیم شوهرش مردگی باشد فرض کردیم که شوهر نداشته باشه پدر نداشته باشه و مجبور شده کرکنی آمده است سخناش فهمیده گپ زدن نمیتواند او کس او کس یا که او زن یا که من یا دیگر رنگی و یا دوز نیستیم ما هم تجارت داشتیم دزدی کردن نتوانست شوهرم خلق دلش سوخت هر روز اکا جان قرض دهید روزم بگذاره اکا جان قرض دهید روزم بگذاره ما بانکروت شدیم برای دلسوزی مون که خلق نام بیاوه در همون دوره بخره 12 سال شد بر اومدگیم با حق زن مرد برابر نیست ما پیشوای ملت مردی پیشوای خودتون پیشوای همون شما ما داخل پیشوا در کار نیستای پیشوا کم تردیلش بسوزا که مهاجرا زنای بیچاره مجبور شدگی اومدگین دین شب ما شبانه کار کردگیم زنه که 52 ساله شبانه کار کردگیم یک تا بچه 2000 تولدش چه خیلی که در ده آدما غیربال میکنن گندم اینجا خود غیربال کردن دونش گرفته استودن خواب برده است بچه بیچاره را من خلا جان 3000 رمان کنم که پدری مرا گفتهستن که 600 سومون برای پسرت نیست گرفته رفتگی است هر در 3 ماه پس 600 سومانی برای دولت داده میشه اگر داده نمیشه به سود کشیده میشه با زبانشون دراز کردگی گپ میزنن وطن خوب است وطن آباد است برای چی وطن آباد باشه برای چی یک پدری که از حوزه زندگی نمیبره مجبور شده پسرش مکتب بود کرده است گرفته اومده است برای پدرم معیب است کار کردن نمیتونه ما در خونه 6 تا فرزندیم با زبانشون دراز کردگی حق زن و مرد برابر نیست شوهر کرده در خونه این ما هم شوهر کردگی شوهر ما یک مرده که معلومات عالی داره خود معلومات عالی داره کلاس دیپلم خطی بود کردگی برای دزدی کردن نتونست انویدی را پرتوفته برای خوردن نتونست دلش سوخت حقیقت بودن باور کرد که حقیقت نیست انویدی کار کردگی یونیورسیته کار کردگی حقیقت نبودنش پرتوفت برای که من دوزدی کردن نمیتونم من دوز نیستم که خلق دوزدی کرده خورم با این کس دروازه زبانش دراز شده حق شما شوهر کردن در خونه شوهر شیشتن کمتر فکر کنن از الله بزرگ بترسین همه حکومت رو از خداوند بترسن که چقدر قدرت همون پیشوای ملت شونه پدری ملت شونه نمیدون وای که در سر دولت شدن بدونه که وای با قدرت پروردگار در سر دولت شدگی از خداوند شکری خداوند کنه که در سر قدرت شدگی خلق ظلم نکنه ما هم فرزند داریم ما دل ما با فرزندای مردم میسوزه من حالی فرزند این شب دیدم چی به مردم این خیلی گپا میزن مردم خم نکردن نیستن یک زباد کنه غیربال کرده است همون بچه تا سحری را بیچاره غیربال کرده است دیلی من مادر شده من گفتم مادر شما اگر ترحم حالت تبینه همون سومی که رمان میکنی او سوم دیگه مادری تو نمیخره گریه هم اومد تا سحر من همون بچه را من گندم خود ریختم و غیربال کردگیه من زنی 52 ساله صاحبی 2 تا 3 تا نبیره قطیم در شهر روسیه زبانش دراز گرد میزنه حق زن مرد برابر نیست حق زن مرد برابر است یگان کس گفتگی نیست که حق زن برابر نیست شوهر کرده بشین شوهر کردیم این ما شوهر کردیم این شوهر داریم بالای سر مونده زور آمد زندگی ایهوده زندگی در اونجا نتونستیم یک تجارت اعلان کردیم به خلق فقط قرض دادیم قرضمون با دست بیچاره کم بغل گرفتن نتونستیم خونه در همه چیز دادیم شکرانه پروردگار با 100 بار شکرانه میکنیم که به این روز رسیدیم کمتر همین سخنای امروز شنیده من عصبانی میشم اگر نه من شبانه از کار اومدگی باید سر من میموندم خود میرفتم همین اینترنت لکنی فقط میبرویم حقیقت میبرویم وقتی حق اومد باطل خودش نیست میشوه این در قرآن شریف اومدگیه
کمتر بس همو هر کسی که برای پیشوای ملت نبرای گم میزنه چقدر گپ زنه حق مادرها را خیلی پس نزنه زنکا را پس نزنه. رنگ ها معلمه که در ساعت 10 شب در مکتب برآمده است من 800 تومان میگیرم. من هم معلمه فیزیک ماتماتیکایم. 800 تومان قدی چی را بود میکنی؟ و مجبور یگان جگه یگان طلبه را مجبور کنی 150 تومان بیاری. برای همین حقیقت گفتم در کور زنای مهاجر را پس نزنه. همه زنای خوبن. یگان زنک در اینجا شلیوخ نیست. و رنگ پسر نگو که شلیوخ یگان کس شلیوخ نیست. زنو مجبور شدگی اومدگیان. زنی بیچاره تو شوهر کم اوچه من در خونه اوچه تو برای که تو خود دزدی اوچه مجبوره در خونه شدگی ای. اوچه من در خونه شدگی ای. مادر داری خواهر اپا داری زن یک تا دیگر را تعقیب نکن. گم نزن یک کسی گره خب کردیم با نمی روز رسیدگی. من خیلی از آلای بزرگ خیلی از خداوند از کسی نمیترسم. از خدای بزرگ میترسم. با شکرانه میکنم که همه تجارت مرا خونم در مفروختم با 100 بار شکرانه خداوند میکنم که من خداوند همین چیز در کار بود مرا داد با گیر با شکرانه میکنم. شکرانه فرزندا میکنیم شکرانه دولت میکنیم شکرانه همه میکنیم. نه که کم تر فکر کنن که چی گپا میزنن در همین درون برآمده. با پیشوای ملت گفتنی هستم جناب عالی امام علی رحمان شریفویچ آزادی با اکا عزت امان با سر اکا عزت امان جبر نکنین. بهترین انسان ای بهترین آدم خوب ای. از خداوند اگر کمتر ترس داشته باشی به خاطر هیچ کس است به خدای الله که شما را در سر قدرت دولت شنونده است به خاطر همون الله که یک تا یگانه هست عزت امان آزاد کن. در آخر گفتنی هستم که به حکمداران که زن مهاجر پس نزنین. زنای مهاجر دخترای مهاجر پس نزنین. در امان خدا باشید. در آخر گفتنی هستم که عزت امان آزاد کنم.